در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه وسه با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسه در ناحیه یکچند بیناها و مرکزهای خدمت رسانی را به استفاده سپردند. در جماعت شهرک اولبوک ناحیه وسه بینای 5 شونه استقامتی در آشیانه یکم مرکز خدمت رسانی و 4 آشیانه دیگر با 16 در خانه‌های استقامتی را برای ساکنان افتتاح نمودند. در پهلوی این بینای استقامتی ساختمان بینای 5 شونه استقامتی در آشیانه یکم مرکز سودا و خدمت رسانی طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 5 آشیانه عبارت بوده در آشیانه یکم مرکز خدمت رسانی بنیاد گردیده است که ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند. در کارهای ساختمانی ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیدند که مبلغ عمومی بنیاد بنا 1,300,000 سومانی را در بر میگیرد. در پرتو سیاست سازندگی و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه وسه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 408 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از 408 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 340 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است که در باقی مانده انشاءات ساخته شونده کارهای ساختمانی با مرام طبق نقشه ادامه دارد. در این زمینه در جماعت دهات توگرک ناحیه وسه بینای حمام، تالار سقابازی و نقطه شستشوی ماشین‌ها طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار دلیر محسودینوف واقع در دهه توگرک بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 2 آشیانه عبارت بوده با ساخته به استفاده دادن انشاءات زیاده از 10 نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند. ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که در 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات‌های نو زمانوی با استفاده بدهیم. در ناحیه وسه در جماعت دهات توگرک بینای 2 آشیانه، حمام زمانوی، تالار سقابازی و شستشوی نقلیات را به استفاده دادم. بعدی به استفاده دادن بینا ما زیاده از 10 نفر ساکنان محلی را با جای کاری دائمی تامین نمودیم. ما مقصد داریم که در آینده سهم خودم را در همین ناحیه و جمهوری گذاریم. همچنین در جماعت شهرک زحمت‌آباد بینای 2 شونه مرکز خدمت رسانی و سودای صالحین مورد استفاده قرار داده شد. ساختمان بینای 2 شونه مرکز خدمت رسانی و سودا طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از بودجه خواجگی دهقانی صالحین ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. بعد به استفاده سپردن انشاءات مذکور 6 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب خواجگی دهقانی صالحین همه برادرای ما جمع شده امروز مرکز سودای صالحین رو افتتاح کردند که در این مرکز سودا زیاده از 6 نفر کارگران دائمی و 6 نفر کارگران موسمی کار و فعالیت می‌نمایند. اقدام گرفتیم که تا 35 سالگی شمار کارگران را زیاد نماییم. بعد بازدید از انشاءات‌های جشنی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده تاکید نمودند که من بعد از چنین انشاءات‌ها و مرکزهای خدمت رسانی را زیاد نموده ساکنان محلی را با جای کار دائمی تامین نموده سهم خود را در آبادانی دیار گذارند. شریف جان سفرزاده از زلای سعید برای برنامه اخبار از ناحیه وسه.